گرچه اسیان و خطا راه و رویش عالم است، تهدید و وهمی و با سوی جانم را بود. گرچه اسیان و خطا راه و رویش عالم است، تهدید و... السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران روزدار، ماه رمضان ماه اجابت دعا است، پس دعا را دستی کم نگیرید. متاسفانه امروزها این ویروس مرگاور مردم شریف تاجیکستان را در حالتی سخت و ناگوار قرار داده است. پس ما باید به آفریدگار آن ویروس مراجعت کنیم و تنها از او بخواهیم که این مخلوق کوچکش را که جهان را به لرزه در آورده است از سر ما دور کند و جان مسلمانان را حفاظت نماید. و کیست که غیر از او میتواند این همه بلا و مصیبت ها را از سر ما دور کند؟ خالق و پیدا کننده این ویروس الله مهربان میفرماید: اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یعنی آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که دعای مضطر و درمانده را اجابت می کند چون او را بخواند و رنج و بلا را برطرف می کند؟ صدق الله العظیم. یعنی الله مهربان ذات است که دعای درمانده و ناچار را که او را میخواند اجابت میکند و بلا و مصیبت ها را از سر او دور میکند. پس بیایید این روزهای باقی مانده رمضان را غنیمت دانسته همگی با هم دعا کنیم، با گریه و زاری دعا کنیم که خالق و آفریدگار این ویروس الله مهربان این وبای عالم را از سر ما دور بگرداند و جان مسلمانان را حفاظت نماید و بیش از این ما را مورد امتحان قرار ندهد، چون که این ماه اجابت دعا است. مردم شریف تاجیکستان در برابر کمک های مالی و طبی به دعای ما و شما خیلی سخت نیاز دارند. بیایید با دعا و نیایش و توبه و استغفار به سوی الله مهربان دست گدایی برداریم تا خداوند این بلا و مصیبت ها را از سر ما دور بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.